بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود به هندازه‌گرایی خوش آمدید. شکوفایی همدمان هندازه و اوشتانه یا همان هندزه و فلسفه در نویسه های زرتشتی، شاهنامه و نیز در نخستین سازه های اهورایی گواه خوبی بر همنهشتی هندازه و اوشتانه و همگرایی هستی و چیستی در نزد ایرانیان است. سازه هایی که بر زادروز هندازه و اوشتانه در سرای ایرانی پافشاری می کنند. از شگفتی های سازه های ایشان آن بود که هرگاه چهره مینویی یا همان روحانی یک پدیده در نزد ایشان پررنگ می شد، چهره هندزی آن به چنبره یا همان دائره نزدیک می شد و هرگاه چهره دمینی یک پدیده در نزد ایشان پررنگ می شد، چهره هندزی آن نیز با چهار گوش همنهشت می شد. اسپاش درون چنبره پهنه‌ای پاکیزه، جادویی و پاسبانی شده بود و از این رو درایش مهندی در سازه های ایشان داشت. چنبره در نزد ایشان نشان دهنده خدا، فراسو، آسمان و چرخش بود. چرخشی که همچون شاخک‌های یک گاه شمار یا همان ساعت همیشه پویا بوده و ایستایی ندارد. چنبره که با نداشتن کنجهای شکسته شناخته می شود، یادآور چرخشی روان، شارا و آرامش بخش است که با سازه های مینوی ایشان همخوانی مو به مویی داشت. شگفت آنکه شماره یک نیز در نزد ایشان نمایانگر دهنادی بود که در چنبره هستی به چرخش آمده بود و یک پارچگی دیبای وجود را به خامه می کشید. یکانی که نمود یگانگی ایزدی در چنبره به هم پیوسته هستی بود. این نگره زیبای ایشان این همانی شگرفی با دیدگاه اوشتانه‌ای یک داشت که نشان دهنده یکتایی بود، زیرا ایشان به این سنجه مهند پی برده بودند که شماره های دیگر باز نشری از شماره یک هستند که با افزایش یک هویدا می شوند. چنبره در نزد ایشان افزون بر شماره یک به گونه‌ای نمایانگر خجک یا همان نقطه هم بود که ریزنگاری پدیده ها را در نزد ایشان هویدا می کرد. در نویسه های پهلوی بارها و بارها به فراسویی، بالایی، یگانگی، یکانی و ریزنگاری چنبره اشاره شده که خود را در طاقچمان آسمان نشان می دهد. نخست آسمان را آفرید، روشن، آشکارا، بسیار دور و خایدیسه و از خماهن که گوهر الماس نر است. بنپایه آسمان را آن چند پهناست که آن را درازاست، او را آن چند درازاست که او را بالاست، او را آن چند بالاست که او را ژرفاست، برابر، اندازه، متناسب و بیشمانند.
به همان اندازه که چنبره یا همان دائره در نزد ایرانی ها اسپاشی جادویی داشت، به همان اندازه چهارگوش نیز اسپاشی شگرف در نزد ایشان داشت. اگر چنبره گرایشی به سوی آسمان بالا داشت، چهارگوش گرایشی به سوی نیاد گیتی و یا همان طبیعت داشت. اگر چنبره در نزد ایشان نماد جان و یا همان روح بود، چهارگوش نماد پیکر یا همان جسم بود، چرا که از همایندی چهار عمیق گیتی آب، باد، خاک و آتش سخن می گفت و افزون بر آن یادآور چهار آمیز دم، سودا، صفرا و بلغم بود. همین همنهشتی چهارگوش با نیاد گیتی بود که ارزش چهارگوش را در نزد ایشان بالا می برد. آری، چهره هندزی چهارگوش برناترین چهره هستی در نزد ایرانیان به شمار می رفت. چهره‌ای که از ضرب یک عدد در خودش به دست می آمد و همترازی یا همان تقارن کامل داشت. چهارگوش با چهار کنج ایستا که همسان خود در نزد ایشان نماد ایستایی، پولادی و فرمانروایی بود. از این رو در گرد هماهی‌های ایشان چهار زانو نشستن ویژه بزرگان بود و زیر دستان بایستی به صورت دو زانو می نشستند. این شیوه از نشستن افزون بر بزرگی نشان دهنده آسودگی هم بود. از این رو اگر نگوییم همه سازهای اهورایی، می توان گفت بیشتر سازهای ایرانی بر پایه چنبره و چهارگوش استوار شده اند. چهره‌های هندزی چنبره، چهارگوش و تاغدی است که در دژها، کاخها و آتشکده‌های ایشان به کار می رفت، نمونه ای از جایگاه هندزه در نزد ایشان بود. زیبایی و شکوه برخی از این بناها نه یکی دو بار، بسا که صدها بار در شاهنامه آمده است. بناهایی چون دژ بهمن، سپید دژ، گنگ دژ، آتشکده‌های آذرگشنسب، آذربرزین، کاخ ضحاک، کاخ خسرو پرویز و همانند آن که همگی بیانگر کهن بودن دانش هندز برایشگری در نزد دلیر اندیشان ایران دمین است. افزون بر آن ساخت کهن‌ترین سازه‌های هندزی مانند زیگورات‌ها و روستاهای باستانی خود گواه دیگری بر کهن بودن دانش هندزه و اوشتانه در نزد ایشان است. از دیگر گزینه‌هایی که بر کهن بودن دانش هندزه و اوشتانه در نزد ایرانیان باستان راهنمایی می‌کند، نویسه‌های بجامانده از آن دوران است. بنابر پژوهش‌های نوین در نگاره‌های کهن، ایرانیان از هزاران سال پیش قاره آمریکا، قطب شمال و جنوب را می‌شناختند و در کمال شگفتی نقشه‌های بسیار دقیقی از این سرزمین‌ها ترسیم کرده بودند. برای این کار دست کم باید از گرد بودن دمین و گردش آن به دور خورشید و انحراف 23.5 درجه دمین آگاه بوده باشند. در اوستا کهن‌ترین سروده ایرانی دمین گویسان نامیده می شود که خود نشان از دانش اسرار آمیز ایران باستان دارد. برای نمونه در مهریشت کرده 24 بند 95 آمده آنکه پس از غروب خورشید به فراخنای دمین پای نهد، هر دو پایانه این دمین گویسان دور کرانه را بپسواد و آنچه را در میان دمین و آسمان است بنگرد. گرامی داشتن هندزه و اوشتانه در نزد ایرانیان شگفتانه دیگری است که برخی بر کهن بودن این دو دانش در سراسیمه ایران پافشاری می کنند. ستایش این دو دانش نه در دمان فیثاغورس و افلاطون، بسا که در دمان سومری ها و بسا که پیش از سومری ها در دمان جمشید شاه میان همه رده های یک شهرگان دیده می شود. به گواه روزشمار کهن این ایرانیان بودند که نخستین بار پیراست انگاره های فروهری همچون سمیره و شماره را در یک دهناد اهورایی آورده و فرهنگ ستایش آن را به شهرگانهای پس از خود همچون سومر به یادگار گذاشتند.
ایشان نخستین کسانی بودند که با درآمد خود به پیراست انگاره ها یا همان مجردات عقلیه در پی شناسایی هستی رفتند. در هزاره پنجم تا سوم پیش از زاد و روز مسیح سومری ها چنان برای شمارگان چشمه از زندگی را باور داشتند که خدایان خود را با نماد شمارشی یاد می کردند. از دیدگاه ایشان شماره نه تنها سنگ بنای هستی بسا که کلیدهایی برای گشودن رمز و راز هستی بود. به زبان دیگر شماره در نزد ایشان هم هدف بود و هم ابزاری برای رمزگشایی از هدف. ایرانیان باستان و به ویژه سومریان گوهره دهناد یا همان نظم را در خود آفریدگار هستی یا همان ناظم آن جستجو می کردند. نه نظم را از ناظم و نه ناظم را از نظم به هیچ گونه از یکدیگر جدا نمی دانستند. هندزه هستی را همان هندازگر هستی و هندازگر هستی را همان هندزه هستی می شناختند. تو بگو هندزه و هندازگر در نزد ایشان این همانی داشت و بر یک گوهره درستین و راستین پایش می شد. برای نمونه آنو در نزد ایشان هم نماد شماره 1 بود و هم نماد شماره 60. شماره 1 بر یگانگی هستی یا همان وحدت وجود و 60 بر فراوانی هستی یا همان کثرت وجود راهنمایی می‌کرد. ارنست مککلین استاد برجسته آواگری یا همان موسیقی و پدید آورنده رشته ریاضی باستانی موسیقی در پژوهه خود پیروی فیثاغورسی ها از شمارگان سومری در نوت نویسی را درایشی بر پیشتازی سومری ها بر فیثاغورسی ها و نیز ستایش شمارگان می دانست. مککلین با نام بردن شمارگان سومری که کارکرد خدایان سومر را نشان میداد، تراسنج میان بازه های ایستا و پویای موسیقی را با این شمارگان نشان میدهد. برای نمونه نماد شمارشی آنو به صورت 60 برابر با 1 در نظر گرفته میشد. خدایی چون انیل با نماد شمارشی 50 و انکی خدای آبهای شیرین با نماد شمارشی 40 نشان داده میشد. خدایان دیگری چون سین، شماس، ایشتار، نرگال، بال و مردک نیز هر کدام با شماره دیگری پذیرای چهره‌ای در آواهای سومریان بودند. همین انگاره سومری ها شوند آن گردید تا فیثاغورسی ها در اون مایه هستی را شماره دانسته و آنها را نخستین پدیده های کیهانی بدانند. به باور پیشین شناسان اندیشه ایرانی نخستین اندیشه پربار گیتی بوده که برای یادگیری آن از خاور و باختر دمین به سوی آن می شتافتند. اندیشه‌ای که در اون مایه اوشتانه هندی، مصری، یونانی و بغدادی را پرخامه نمود و اندیشمندان گیتی را با الفبای اوشتانه یا همان فلسفه آشنا نمود. اگرچه افرادی چون ارسطو و هگل فراگیری آن را از ایرانی ها نپذیرفته و یونانی ها را دادخواه بالندگی در اوشتانه می دانند، ولی بر پیشین شناسان اندیشه پوشیده نیست که اوشتانه ایرانی آموزگار همه اندیشه ها به ویژه اندیشه یونانی بوده است. از بن‌نوشت های کهن یونانی که به خاستگاه اندیشه و سیر پژوهشگونه آن پرداخته است، زندگی نامه فیلسوفان برجسته نوشته لاertius است. وی در آغاز دیباچه خود زادروز و زادگاه اوشتانه یا همان فلسفه را در قلمروی بیرون از یونان به خامه می کشد. وی در این باره گفته های بسیاری می آورد که همگی داد آن دارند که اوشتانه یا همان فلسفه برای نخستین بار در میان شهرگانی بیرون از یونان شکوفا شده است. او در این باره 3 گفته از دیگر گفته ها را برتر می داند. نخست آنکه اوشتانه یا همان فلسفه از میان ایرانی ها به ویژه مغان سرچشمه گرفته است. دیگر آنکه از میان بابلی ها
به ویژه کلدانی ها آغاز شده است. سوم آنکه هندوها به ویژه حکیمان برهنه پیش از همه به اوشتانه پرداختند. گمان دیگری هم این است که در میان کاهنان مصر شکوفا شده است. از این رو زادروز و زادگاه اوشتانه یا همان فلسفه را نمیتوان در دیار یونان دانست. ارسطو در نوشتار نخست خود با نام درباره فلسفه به روشنی میگوید که مغان فارسی پیشینه بیشتری از مصری ها در اوشتانه یا همان فلسفه دارند. ارسطو در نوشته خود دیدگاه افلاطون درباره زادروز و زادگاه اوشتانه در ایران را میپذیرد، ولی پس از درنگ زیادی از آن سر باز میزند. دیدگاه پسین ارسطو همان نگره است که پس از 2000 سال در جهان غرب گسترده شد و به وسیله کسانی مانند هگل ساخته و پرداخته شد. در این دیدگاه دروغین اوشتانه یا همان فلسفه ریشه در یونان داشته و شهرگانهای دیگری مانند ایران، هند و مصر از آن بی بهره بودند. شوربختانه به این دروغ هم بسنده نمی کنند و ناسزای بربر را بر حازمانهای جدای از یونان می دهند تا به همگان بگویند که اندیشه بیرون از یونان اندیشه تهی از دانش، بینش و بالندگی است. اگرچه ارسطو یونانی ها را نخستین هوشمندان یا همان فلاسفه گیتی قلمداد نمود، ولی نویسه های پیشین او درباره روزنگار اوشتانه خود گواهی بر پیشتازی اوشتانه ایرانی بر اوشتانه مصری و یونانی است. بنا به گفته لاertius، ارسطو دیباچه‌ای با سرنویس ماجیکوس نگاشته که نام کتاب خودگویای آیین مغ است. اگرچه برخی آن را به آنتیستنس یا رودن نسبت می‌دهند، ولی روزنگار نگارش کتاب خود گویای پیشینه بلند اندیشه ایرانی است. ارسطو دیباچه دیگری با نام پری فیلوسوفیاس نوشته که درباره فلسفه بوده و در مورد مغان پژوهش نموده است. در جایی از این کتاب میگوید پیشینه آیین و اوشتانه مغ از آیین مصری ها بیشتر بوده و در نزد ایشان دو انگاره باشا از ارزش بالایی برخوردار است. نخست زئوس یا اورمزد و دیگری هادس یا اهریمن. یکی از نویسندگان باستانی دیگر که به زادروز و زادگاه اوشتانه در ایران دمین اشاره کرده است سیسرون است. سیسرون سخنگو و قانوندان پرآوازه رومی است، نویسنده‌ای که در سده نخست پیش از زادروز مسیح دیباچه خود را نگاشته است. او بر این انگاره پافشاری می کند که پارسیان مغان را، بابلیان کلدانیان را و هندوها مرتازان را در میان خود داشته اند. و در چبودی مغان می گوید ایشان حازمانی از دانایان و حکیمان پارس بودند. نه تنها سیسرون، بسا که بسیاری از نویسندگان باستانی از جمله ماکسیموس و لاertius سفر فیثاغورس به مصر و گفتگوی وی با مغان پارسی را گزارش کردند. به گزارش ایشان دیدار فیثاغورس با زرتشت مغانی در دمان کمبوجیه روی داده است. درست در این دمان بود که گروهی از مغان به مصر رفتند و فیثاغورس نیز به دیدار ایشان رفت. مغان که رهبران آیینی ایرانی ها در دمان مادها و هخامنشیان بودند، نژادی آریایی بودند که به گزارشی در سده نهم پیش از زادروز مسیح از خاور به باختر ایران کوچ نموده و به گزارشی دیگر یکی از نژادهای ماد می باشند که وظیفه روحانیگری در بین آنها را داشتند. امیل بریهیر نیز خاور یا شرق دمین را برتر از قلمرو یونانی در سده ششم پیش از زادروز مسیح می داند. همچنین به گفته هرودوت مغان که از مادها بودند سفر خود را از ایران آغاز کرده و به بابل و سپس به آسیای کوچک رفتند. از همانجا بود که
آیین مهر به درون امپراتوری روم جاری و در آنجا فراگیر شد. امیل برهیر درباره ریشه راستین اوشتانه یا همان فلسفه میگوید یکی از دو گزاره کهن که در این زمینه گزارش شده این است که یونانی ها اوشتانه یا همان فلسفه را به وجود نیاوردند، بسا که آن را از دیگران آموختند. از این رو بایستی پیشینه اوشتانه یا همان فلسفه را در دورانی پیش از یونانی ها جستجو نمود. نوآوری یونانی ها تنها در جداسازی اندیشه پیشینیان و گزینش برخی از آنها بوده است. یاکوب بروکر در نوشتار تاریخ انتقادی فلسفه با پذیرش فرگشت اوشتانه یا همان فلسفه میگوید فلسفه از آفرینش آغاز می شود و یونانی ها که خود را نخستین فیلسوفان گیتی می دانند دروغ می گویند. ایشان باورهای ذهنی خود را از بابل، مصر و یهود ستاندند. پس نخستین اوشتانه گیتی یونانی نیست، بسا که زادگاه و زادروز اوشتانه در قلمروی بیرون از یونان است. مکسیموس درباره سفر فیثاغورس به مصر میگوید فیثاغورس به نزد ایرانیان رفت و خیشتن را به آموزه‌های مغان سپرد. او ستاره شناسی را از ایشان آموخت و از نیرو و نیاد شگرف ایشان بهره جست. پلینیو نیز در سده نخست زادروز مسیح به روشنی میگوید فیثاغورس، امپدوکلیس، دماکریتوس، افلاطون و ارسطو برای فراگیری دانش به نزد مغان ره سپار شدند. سیسرون نیز در این باره میگوید فیثاغورس به مصر سفر کرد و در آنجا با مغان ایرانی دیدار نمود. به گواه دیرین نگاران پس از سفر فیثاغورس به مصر چنان انگیزه‌ای در اندیشمندان بزرگ یونانی پدید آمد که برای یادگیری هندزه و اوشتانه راهی ایران شدند. به باور پیشین شناسان فیثاغورس که استاد سقراط بود در پرسپولیس یا همان تخت جمشید امروزی با دانشمندی به نام زرتشت مغانی دیدار نموده و نزد ایرانی ها دانش آموخته است. شاگردی فیثاغورس در نزد یکی دیگر از اندیشمندان ایرانی به نام هوشتانه یا اوستانس نیز گزارش شده است. این رویه در حالی است که شاگردی سقراط و افلاطون نیز نزد شخصی ایرانی گزارش شده است. پژوهش‌های پذیرفته در این زمینه نشان می‌دهد که فیثاغورس نگره نور پدر و تاریکی مادر و نیز نگره عناصر چهارگانه که از آمیزش نور و تاریکی پدید آمده اند را از اندیشمندان بزرگ ایرانی فرا گرفته است. پلوتارکوس میگوید همین انگاره را افلاطون از مغان ایرانی یاد گرفته است. فورفوریوس نیز از ارزش اوشتانه مغانی و امشاسپندان در نزد اندیشمندان یونانی یاد می کند و از پیشتازی اوشتانه ایرانی بر یونانی می گوید. پرودیکوس سوفسطایی یکی دیگر از نزدیکان سقراط گزارش می دهد که یونانی ها از دارا بودن نویسه های زرتشتی به خود می بالیدند و از مغی به نام گوبرایس نام می برد که اوشتانه ایرانی را به سقراط آموخته بود. از دیگر کسانی که از اوشتانه ایرانی بهره برده اند هراکلیتوس است. همه پیشین شناسان اندیشه بر این باورند که هراکلیتوس اندیشه اش را از ایرانیان گرفته است، همچنان که خود هراکلیتوس نیز به دانش آموزی خود نزد مغان ایرانی به زبان آمده است. افزون بر هراکلیتوس، افلاطون نیز میگوید که نگره امشاسپندان را از حکمت خسروانی گرفته و آن را مسل الهی یا ارباب انواع نامیده است. به گواه روزشمار کهن، افلاطون پس از مرگ استادش سقراط از ناراحتی زیاد به مگار رفت و با اقلیدوس مگارایی که از دانش آموختگان سقراط بود آشنا شد. سپس به مصر رفت و در شهر گورینا از ایده های رایشگر بزرگ مصری تئودور بهره جست.
پس از آن به دیگر شهرهای مصر همچون چشمه خورشید رفت و از دانش ستاره شناسی و باورهای دینی مصری ها توشه گرفت. او پس از ناسازگاری زمامداران مصری با آتن ناچار شد که از مصر به آتن برگردد. پس از پایان جنگ برای آشنا شدن با آموزه های فیثاغورسی به جنوب ایتالیا رفت و از گیتی شناسی ایشان که بر پایه عصاهای هندزی ایرانیان بود بر دانش خود افزود. او حالا دانشی را فرا گرفته بود که بر پایه اندیشه های فروهری ایرانیان بود. دانشی که درون مایه هستی را برآمده از خجک، سمیره، ساهمان، شماره و عصاهای هندزی می دانست. افلاطون برای آشنایی هرچه بیشتر با اندیشه های ایران دمین از ایتالیا به پرسپولیس یا همان تخت جمشید امروزی آمد و در نزد مغهای ایرانی شاگردی نمود. او سالها به دنبال گمشده خود می گشت و اکنون آن را در تخت جمشید می نگریست. اوشتانه فروهری ایرانیان. پیش از این او از پنداره‌های خام سوفسطائی‌ها به سطوح آمده بود و در پی دفتری می‌گشت که کنجکاوی‌های ذهنی او را پاسخ دهد. اوشتانه ایرانیان همان گمشده‌ای بود که وی را از باطلاق سوفسطائی‌ها رهایی بخشید. بنابراین هنایش آفرینی ایرانیان در دگردیسی اندیشه تنها از این سو نبوده که بنیانگذار انگاره‌های هندزی بودند، بسا که از آن سو که پیوسته با کشورهای گوناگون در رفت و آمد بودند نیز در خور اندیشه است. وابستگی دانش فیثاغورس با مغان ایرانی و سفر او به ایران نشان می‌دهد که آوازه دانشمندان ایرانی در همه جای دمین پیچیده بود و نیز نشان می‌دهد که آوازه دانش ایشان چنان فراگیر شده بود که شیفتگان دانش را از دورترین دامنه‌های دمین به خود می‌کشانده است. از میان هوشمندان پرآوازه ایرانی که در نوشته‌های یونانیان باستان به جا مانده است، نام‌های اوستانس، گوبریاس، پازاتاس، استرام سیخوس در تارک نویسه‌های ایشان می‌درخشد. پس به روشنی میتوان گفت که فیثاغورس انگاره شمارشی، افلاطون انگاره پیشینی و ارسطو انگاره پسینی خود را از دلیر اندیشان بیشه خرد یا همان ایرانیان باستان ستانده بودند. خانتوس لیدیایی درباره مغان یا همان هوشمندان ایرانی میگوید: ایشان بیشتر دمان خود را به پرستش، قربانی و نماز میپرداختند. از پرستش بت‌ها خودداری می‌کردند. مردانگی و زنانگی فرشتگان را ناروا می‌دانستند. سخن از برابری و برادری می‌گفتند و هیچ مرده ای را نمی‌سوزاندند. از آراستن خود با جواهرات به ویژه طلا پرهیز می‌کردند. لباس سفید می‌پوشیدند و بر دمین می‌خوابیدند. خورشت ایشان نان خشک، پنیر و سبزی‌ها بود. دهناد هستی را بر دو پایه خیر و شر استوار می دانستند و به زندگی انسان پس از مرگ باور داشتند. یادآوری یک سنجه ستودنی است. برخی زندگی زرتشت نبی را با دمان فیثاغورس همنهشت می دانند و برخی 6000 سال پیش از لشکرکشی خشایارشاه به یونان. بن‌نوشت‌ها و نویسه‌های کهن در این باره که زرتشت بزرگترین ستاره شناس مغان بوده فراوان است، ولی در قلمرو پژوهش‌های نوین این زرتشت مغی از مغان میان رودان بوده که با دمان فیثاغورس همنشین بوده است. از این رو ما در بلندای دمان با دو زرتشت روبرو می‌شویم: زرتشت پیامبر و زرتشت مغان. روزشمار زرتشت پیامبر به 6000 سال پیش از لشکرکشی خشایارشاه به یونان برمیگردد و روزشمار زرتشت مغانی به دمان فیثاغورس برمیگردد. به باور پیشین پژوهان چهره زیبای کنج ایستاک یا همان زاویه قائمه نخستین چهره هندزی بوده که ذهن آدمی آن را شناخته است.
چهره‌ای که آبستن پیدایش رادیکال 2 گردید و شگفتانه روزگار کهن را به خامه کشید. دیرینه شناسان بر این باورند که چهره کنج ایستاک نخستین بار در ایران دمین هویدا شده است. انگاره‌ای که بایستی آن را نخستین شکوفه خرد در ذهن آدمی دانست. یادبودهای بجامانده از روزشمار کهن نشان می‌دهد که ایرانیان پس از گذشت هزاران سال از پیدایش نئاندرتال‌ها توانستند از اندیشه کنج ایستاک گذر کرده و با چیدمان شماره آشنا شوند. ایشان پس از گذشت سالهای بسیار به این سنجه رسیده بودند که در اون سازه کنج ایستاک آمیزه‌ای از سمیره و شماره است و پس از آن بود که دو انگاره سمیره و شماره را در هم آمیختند و مرزهای دانش را گسترش دادند. برای ایشان روشن شده بود که شماره انباشتی از یکانهای شلخته و آشفته نیست، بسا که انگاره‌ای برآمده از ایستاهایی است که بر روی یک سمیره یا همان پاره خط به گونه‌ای هدفمند نشانه گذاری شدند. آری، این ایستاهای نشانده بر سمیره بود که دهناد شمارش را به ایشان آموخته و ایشان را با پیراست انگارهای فربهری یا همان مجردات عقلیه همچون هندازه آشنا می نمود. افسوس که دیری نپایید که آمیزگی سمیره و شماره با زنجیره بیپایان رادیکال 2 از هم گسست و آدمی را میان دو گستره ذهن و چشم سرگردان نمود. همین گسست سمیره از شماره بود که دمینه خودبسندی جبر را فراهم نمود و ذهن را در باطلاق شماره های گنگ گرفتار نمود. پرسش مهندی که در همین راستا انگاشته شده آن است که در چه زمانی ذهن آدمی با انگاره رادیکال 2 آشنا شد؟ پاسخ به این پرسمان از آن رو ارزشمند است که دوران ترین شهرگان هوشمند را در میان شهرگانهای گذشته آشکار می کند. چه آنکه با شناسایی زادروز و زادگاه رادیکال 2 می توان خجک بالندگی اندیشه را در میان شهرگانهای بیشمار کهن پیدا نمود. یادبودهای اهورایی، نبشته‌های اوستایی و یادگارهای بجامانده از روزگار کهن نشان می‌دهد که اندیشه رادیکال 2 نخستین بار در قلمرو ایران دمین هویدا شده است و نه جای دیگر. شوربختانه بیشتر نویسه هایی که زادروز و زادگاه رادیکال 2 را به خامه کشیده اند شبند شکوفایی آن را رودخانه های مصری دانسته اند و نه ایران. برخی بر این انگاره نادرست زی کرده و می کنند که مصری ها با اندازه‌گیری دمین های پیرامون نیل هندزه و به ویژه رادیکال 2 را به نما آوردند. ایشان بر این باورند که مصری ها با برافراشتن انگاره کیاوس به کاسموس یا همان دگردیسی آشوب به دهناد و دهناد به آشوب نخستین اندیشمندانی بودند که آساهای هندزی را آشکار کردند. هرودوت، روزنگار شناخته شده یونانی که در سده 5 پیش از زادروز مسیح میزیسته، درباره چرایی اندازه‌گیری مصری ها می نویسد: پادشاه سسوستریس به هر یک از خانواده های مصری در برابر باج سالانه تکه دمینی واگذار می کرد. هر کسی که با خروش رودخانه ها برشی از شالیزارش را از دست میداد، گزارش آن را به پادشاه میرساند تا از باجدهی او کاسته شود. شاه نیز کارمندانی را برای اندازه‌گیری شالیزاری که آسیب دیده بود میفرستاد تا هزینه باجگیری آن را ارزیابی کنند. این رویه در حالی بود که اندازه‌گیری دمین نه تنها در کنار نیل بسا که در کنار رودخانه‌های بزرگ دیگر مانند دجله و فرات در بین النهرین
سند و گنگ در آسیای جنوبی و مرکزی و هوانگ هو و یانگ تسه در آسیای شرقی روی میداد. رودخانه ها همواره حنایش محندی در نمود شهرگانهای دیروزی و امروزی داشته و دارند و وابسته به یک یا چند شهرگان نبوده و نیستند. زهکشی جویبارها، آبیاری بیجارها، هدفمندی آبرفتها همه گویای آن است که این رویه در سرتاسر دمین جاری بوده و تنها به مصری ها بسنده نمی شده است. از این رو نمی توان اندازه‌گیری دمین در کنار نیل را آرشی بر پیشتازی مصری ها بر ایرانی ها دانست. تنها نویسه بجامانده از مصری ها که گویای هندزه ورزی ایشان است پاپیروس های مسکو هستند که به 1650 تا 1850 سال پیش از زاد و روز مسیح برمیگردند. پاپیروس هایی که در تراز بن‌نوشت های گزارشی است و نکاوشی. از 110 پرسمانی که در پاپیروس های مسکو نگاشته شده 26 گزاره آن هندزی است که بیشتر آنها درباره اندازه‌گیری پهنا و گنجایش انبارهای گندم است، ولی در آنها هیچ اشاره‌ای به گزاره رادیکال دو نشده است. یادآوری این سنجه ستودنی است که اگرچه مصری ها دلباخته بنسازه های هندزی بودند ولی بر دیرین شناسان اندیشه پوشیده نبوده و نیست که دانش و فرهنگ مصری ها ریشه در شهرگان ایران دارد، شهرگانی به نام سومر. سومریان در هزاره 5 و 4 پیش از زاد روز مسیح در میان دو آب یا همان بین النهرین زندگی می کردند و حنایش محندی در ترابرد هندزه و اوشتانه به مصر داشتند. حنایش ایشان در گسترش فرهنگ بین النهرین از آغاز هزاره 3 پیش از زاد روز مسیح پررنگ می شود. ایشان در دشت شنعار، سرزمینی بین دو رودخانه دجله و فرات، حضوری چشمگیر داشته و نخستین کسانی بودند که به باطلاقهای خوش شده در دهانه خلیج فارس گام نهادند. نکته درخور کاوش پیدایش خط در 2 سردمین بین النهرین و مصر و چگونگی داد و ستد خط بین این 2 سردمین است. بنا به شواهد یافت شده نویسندگان مصری نگارش خط تصویری با ارزش آوایی را از سومریان آموختند. برخی بر این باورند که منس نخستین شاه سلسله اول که به هیراکون پولیس فرمان میداد برای آموزش غیر نظامیان از کاتبان سومری استفاده می کرد. همچنان که برخی بر این باورند که فراعنه سلسله جدید برای پیشکاری ستاد خارجی خود از نگارندگان سومری استفاده می کردند. به گواه روزشمار کهن ساختار نوشتاری پیچیده و نچندان پابرجای مصر هنگامی ساخته شد که از بین النهرین الگو گرفته شد. مصری ها پس از الگو گرفتن از سومری ها بران شدند تا خطی از خود داشته باشند. خطی به نام هیروگلیف. ترابرد اندیشه از سومر به مصر که در بن‌نوشت‌ها و یادگارهای بجامانده در دمان پیش از فراعنه دیده می شود به گونه‌ای زیاد است که برخی نگره نیای یکسان را برای این 2 شهرگان پیشنهاد دادند. برای نمونه نگاره کشتی‌های بین النهرینی که عرشه و دنباله بلندی دارند بر دسته عاج چاقوی جبل الارک در مصر علیا دیده می شود. همین نگاره بر دیوارهای مقبره بزرگ هیراکون پولیس دیده می شود. وجود این نگاره ها در دوران پیش از پادشاهان مصر خالی از معنا نیست، به ویژه آن که کشتی هایی که در این نگاره ها دیده می شوند همانندی های زیادی به قایق هایی که امروزه در دجله دیده می شوند دارند. نمونه دیگر نگاره جاندارانی چون شیر و پلنگ بر دسته های چاقو یا الواح یادمانی در مصر است که الگوواره آن بر لوح نارمر نیز کشیده شده است. نگاره هایی که پیش از مصر در بین النهرین کشیده شده بودند.
کوتاه سخن آن که مصری ها در هندسه و فرهنگ پیرو ایرانیان بوده و هیچ گزاره‌ای که اندیشه رادیکال دو را در نبشته های آنها گزارش دهد وجود ندارد. برخی دیگر یونانی ها را چابک سواران هندسه و به ویژه رادیکال دو می دانند، در حالی که هیچ یاد بودی که گویای پیشتازی ایشان در رمزگشایی از چیستان رادیکال دو باشد در دست نیست. تنها یادگاری که از ایشان به جا مانده نام چند هندسه‌دان است. هندسه‌دانانی چون هیپوکراتیس، بقراط دوم که 460 سال پیش از زاد و روز مسیح، اودوکسوس کنیدوس که 355 تا 408 سال پیش از زاد و روز مسیح و هیپیاس الیس که 450 تا 530 سال پیش از زاد و روز مسیح میزیستند. تنها بن‌نوشت تبارمندی که در هندسه یونانی دیده می شود چکیده از نوشتار پروکلوس درباره پژوهش اقلیدوس است. به گزارش پروکلوس، هندسه یونانی با اندیشه تالس میلتوسی که در نیمه نخست سده ششم پیش از زاد و روز مسیح میزیسته شکوفا شده است. پروکلوس میگوید که تالس دمانی را در مصر زندگی کرد و پس از آن چندی از گزاره‌های پیشپا افتاده هندسی را با خود به یونان آورد. سنجه مهندی که در این راستا دیده می شود آن است که در گزارش پروکلوس هیچ رد پایی از تلاش ایشان برای رمزگشایی از رادیکال دو دیده نمی شود. آنچه که در نویسه های یونانی گزارش شده است آن است که اندیشمندان یونانی از رمزگشایی از چیستان رادیکال دو ناامید شدند. همین، تنها و تنها گزارشی از ناامیدی ایشان آمده است و دیگر هیچ. به زبان دیگر در یادگارهای به جا مانده از یونان هیچ یاد بودی که گویای تلاش ایشان برای رمزگشایی از چیستان رادیکال دو باشد دیده نمی شود. به گواه روزنگاران یونانی دمانی که ایشان از رمزگشایی رادیکال دو ناامید شدند از دامنه شماره گریخته و به واگرایی سمیره از شماره روی آوردند، زیرا فکر می کردند که در هندسه از پیچیدگی های جبری خبری نیست. هیپوکراتیس، بقراط دوم، نخستین کسی بود که در آتن برای آموزش هندسه مزد می گرفت و نخستین کسی بود که برای نشانه‌گذاری آساهای هندسی از آوانگاری بهره جست. رمزگشایی از پرسمان‌های کهن ایرانی مانند چهارگوش کردن چنبره یا همان تربیع دائره و 2 برابر ساختن پهنای چهارگوش یا همان تضعیف مساحت مربع فکر او را سخت گرفتار کرده بود. گرچه او در رمزگشایی هیچ کدام از پرسمان‌های بالا گفت کام روا نشد، ولی رشته ای از گزاره‌های هندسی را بنا نهاد که راهنمای اقلیدوس شد. این پرسمان‌ها همراه با سگام کردن کنج ایستاک هندازه‌دانان دیگری مانند هیپیاس الیس را بران داشت تا خمینه‌های هندسی را نوآوری کرده و شاخه تازه‌ای بر هندسه کهن بیفزاید. اودوکسوس کنیدوس ریاضیدان دیگر یونان بود که نگره درازه‌های خدشه ناپذیر را پایه‌گذاری نمود و روش تهی‌سازی یا همان اگزاسشن یا کاستن کم کم را برای اندازه‌گیری سمیره و پهنا بنا نهاد. همون بود که راه را برای ارشمیدس باز کرد تا انگاره بی نهایت خرد را بنا نهد. بار دیگر گوش زد می کنم که این گزارش ها در حالی است که از هیچ یک از اندیشمندان مصری و یونانی یاد بودی که گویای تلاش ایشان برای رمزگشایی از چیستان رادیکال دو باشد به یادگار نمانده است. هیچ. درستی این نگاره دمانی روشن می شود که بدانیم مصری ها انگاره های ذهنی خود را بر روی سنگ ها و پاپیروس ها می نوشتند. پاپیروس هایی که به فراخور زیست بوم خشک مصر از پایداری شگرفی برخوردار بوده و هستند، ولی تا به امروز هیچ سنگی و هیچ پاپیروسی
که گزاره رادیکال 2 در آن نوشته شده باشد پیدا نشده است. هرچند که از یادبودهای به جا مانده از ایشان اگر نویسه‌ای هم پیرامون رادیکال 2 یافت شود، باز به پیشینه یادبودهای ایرانی نمی رسد. پیشینه‌ای که نه تنها فرهنگ و دانش یونانی ها بساکه فرهنگ و دانش مصری ها را هم مادری می کند. سنجه دیگری که در همین راستا دیده می شود آن است که اندیشمندان بزرگ یونان چون فیثاغورس، سقراط و افلاطون بر این انگاره پافشاری می کنند که هندزه و اوشتانه را از ایرانی ها آموخته اند و نه مصری ها. با سرافرازی باید گفت که تنها نوشته های به جا مانده از گزاره رادیکال 2 که خجک بالندگی اندیشه را در شهرگان های بیشمار کهن نشان می دهد وابسته به ایران است. یادگارهای به جا مانده از نخستین آفریده های اهورایی نشان می دهد که گزاره رادیکال 2 در ذهن ایرانیان باستان زاییده شده و نه مصری ها و یونانی ها. به گواه روزشمار کهن، تراز نمودن یال 4 گوش با دیواره آن یکی از دغدغه‌های ذهنی ایرانیان بوده که با واکاوی آن توانستند از کالبد هندزه بالا رفته و شالوده اوشتانه یا همان فلسفه را بنا نهند. با پایش هندزه پویش اندیشه نیز آغاز شد و خود سرآغاز آرشگرایی ایرانیان به زندگی فراسویی شد. آرشی که میتوان آن را در سازه‌های اهورایی و در بن‌نوشت‌های ایرانی جستجو نمود. گویسان نامیدن دمین که در نویسه‌های ایشان دیده می شود شگفتان پنداری است که از لابلای آن می شود دیرینگی رادیکال 2 و شماره پی را در نزد ایشان شناخت. شگفتانه‌ای که در اوستا کهن‌ترین سروده ایرانی دیده می شود و پرده از دانش دیرین ایران دمین برمی دارد. آنکه پس از غروب خورشید به فراخنای دمین پای نهد، هر دو پایانه این دمین گویسان دور کرانه را بپسواد و آنچه را در میان دمین و آسمان است بنگرد. یادبودهای به جا مانده از روزگار کهن به خوبی نشان می دهد که هماهنگ کردن سمیره با شماره نخستین انگاره‌ای بوده که ایرانیان باستان با آن آشنا شده اند. انگاره‌ای که با کنکاش آن به دامنه رایشگری نیز کشیده شدند. اندازه‌گیری درازای کنج ایستاک نخستین چیستانی بوده که با بررسی آن با خجک، سمیره، شماره، گرانیگاه، 4 گوش، چنبره، فراگرد، پهنا، دیواره، یال، کنج، بازه و پنگان آشنا شدند و درازهای هندزی را اندازه گیری نمودند. به گواه روزنگار کهن، ایرانیان همدمان با آوانگاری واژه‌ها در پی تراز نمودن یال و فراگرد 4 گوش بودند تا با آن بتوانند گرانیگاه 4 گوش و چنبره را با شماره و نه با سمیره شناسایی کنند. کنش و تراکنش ذهنی ایشان در دمینه رادیکال 2 که بر روی نگاره‌های باستانی نوشته شده است بهترین گواه برای پیشتازی ایرانیان در دمینه هندزه خردتاب است. کهن‌ترین سندی که از کاوش ایرانیان در دمینه رادیکال 2 به جا مانده وابسته به خشت‌هایی است که از بین النهرین بیرون کشیده شده اند. خشت‌هایی که پیشینه آن به بلندای شهرگان سومر میرسد. نخستین بن‌نوشت‌های سومر در یکی از شهرهای بین النهرین به نام ارک یا ارخ پیدا شد. بن‌نوشت‌های پیدا شده چیزی نزدیک به 1000 خشت گلی کوچک بود که بیشتر درون مایه‌ای اقتصادی و اداری داشت. در کاوش‌هایی که در سالهای 1902 تا 1903 در شهر باستانی شروپاک زادگاه نوح سومری رخ داد، شمار زیادی از کتاب‌های درسی یافت شد که روزشمار آن به 2500 سال پیش از زاد روز مسیح می‌رسید. شمار هنگفت دیگری از نگاره‌های میخی بابلی از روزگار پادشاه حمورابی امپراتوری نوین بابلی
بخت و نصر دیده می شوند که همگی نشان می دهند ایرانیان باستان در پی یافتن ریشه دوم شماره 2 بودند. یادبودهای به جا مانده از آن روزگار نشان می دهد که بابلیان 2000 سال پیش از زادروز مسیح با عصاهای هندزی آشنا بودند، به گونه‌ای که سگانه فیثاغورسی که بایستی سگانه ایرانی خوانده شود 2000 سال پیش از زادروز مسیح برای ایشان روشن بوده است. اینها همه جدای از یادبودهای پراکندگی است که در جای جای ایران دمین پیرامون رادیکال 2 دیده می شود. برای نمونه نگاره های زیگزالی شکلی که بر روی سفال های به جا مانده از هزاره 4 پیش از زادروز مسیح در سیستان و بلوچستان و در شمال رودخانه بنپور یافت شده است، دیرینگی دانش ایرانیان پیرامون رادیکال 2 را به خوبی نشان می دهد. سنجه محندی که از نوشته های به جا مانده از ایشان به دست آمده آن است که همگرایی پیوسته و گسسته در نزد ایرانیان باستان به خوبی روشن بوده و برای همین هم در پی یافتن ریشه دوم شماره 2 بودند. روشن است که 2 برابر کردن پهنای 4 گوش بزرگ انگیزه‌ای بوده که ذهن ایشان را وادار به شناسایی رادیکال 2 می کرده است. انگیزه‌ای که در نوشته های به جا مانده از ایرانیان باستان دیده می شود. پیوستگی سمیره به ایشان آموخته بود که 2 برابر کردن پهنای 4 گوش شدنی و گسستگی شماره به ایشان آموخته بود ناشدنی است. خشت روبرو به خوبی گویای نبرد پیوسته و گسسته و نیز نبرد چشم و ذهن در اندیشه خردجوی ایرانیان است. خشت 427 سی که روزنگار 1600 تا 1900 سال پیش از زادروز مسیح را نشان می‌دهد، نمونه دیگری از اندیشه ایرانی است که نشان می‌دهد سگانه ایرانی در نزد ایرانیان باستان روشن بوده است. پلیمتون 322 نام یکی دیگر از شگفتانه‌های رایشگری است که به گویش بابلی نوشته شده و برخی آن را کهن‌تر از خشت 427 سی می دانند. این خشت فهرستی از شماره‌های سگانه ایرانی را در دل خود جای داده است که بر پایه ریشه دوم شماره 2 اندازه‌گیری شده اند. در این نوشته یک خانه 4 ستونی کشیده شده که شگفتی هر بیننده ای را در پی دارد. ستون نخست از سمت راست شماره 1 تا 15 را نشان می دهد و تنها برای شمارش نویسه ها به کار رفته است. 15 رده آن 15 سگوش با کنج ایستاک یا همان زاویه قائمه را نشان می دهد. ستونهای میانی اندازه دیوارهای سگوش را نشان می دهد که بر دهناد دستگاه 10 نگاشته شده اند و ستون پایانی اندازه یال سگوش را نشان می دهد که بر اساس رادیکال آ به توان 2 به اضافه بی به توان 2 اندازه گیری شده اند. همچنین نوشته 15285 بی ام بابلی ها نشان می دهد که همسگانه ایرانی و هم گویا نبودن ریشه دوم شماره 2 در نزد ایشان روشن بوده است. اگرچه برخی بر این باورند که بابلی ها در اون مایه شماره های گنگ را نمی دانستند و تنها گمانه های گویا برای سمیره های گنگ داشتند، ولی روشن بودن سگانه ایرانی در نزد ایشان و نویسه های به جا مانده از آن روزگار جای هیچ گمانه ای را به جای نمی گذارد که ایشان با گزاره رادیکال 2 آشنا بودند. نگاره زیبای دیگری به نام 427 SI وجود دارد که وابسته به دوره بابلی هاست و پیشینه آن به 1600 تا 1900 سال پیش از زادروز مسیح برمیگردد. در این نگاره اندازه های مرز یک دمین نگاشته شده و گزاره های هندزی یک برش از دمین در آن گزارش شده است. خشت دیگری که در دشت لوت ایران و از دل شهری با نام شهر سوخته بیرون آورده شده است، گواه دیگری بر پیشتازی ایرانیان در دمینه رایشگری و به ویژه هندزه اشه یا همان حسابان است. دیرین شناسان در 56 کیلومتری شهر زابل خشتی از روزگار ایلامی ها یافتند که یک دستگاه شمارشی
ایلامی بوده و پیشینه‌ای به اندازه 5000 سال دارد. سنجه درخور اندیشه که در ساختار این خشت دیده می شود مهر استوانه‌ای فرستنده آن است که نشان می دهد مردم آندمان از دستگاه دهدهی برای شمارش کارهای روزمره خود بهره می بردند. دستگاهی که جدای از دستگاه شصتگانی سومری بوده است. نگاره‌های دیگری نیز هستند که به باور دیرینه شناسان در زمینه خرید و فروش گندم، جو و گوسفند به کار رفتند. زیبا آنکه در خرید و فروش دمین هم نوشته‌هایی یافت شده است که به گونه یک سند داشته‌داری یا همان مالکیت است. بر دیرینه شناسان هندزه پوشیده نیست که یادبودهای بجامانده از دوران باستان تنها به گزاره‌های گفته شده بسنده نمی شود. یادبودهای بجامانده از گزاره رادیکال 2 به اندازه‌ای زیاد است که به خوبی دیرینگی دانش هندزه در نزد ایرانیان باستان را نشان می دهد. همان گونه که گذشت با نگاه به سازه‌های اهورایی و بن‌نوشت‌های اوستایی زادروز و زادگاه رادیکال 2 را نه 2000 سال بسا که بایستی 9000 سال پیش از زادروز مسیح دانست. پیشینه‌ای که سراسر پر از فرهنگ، دانش و هوش ایرانی است. به هر روی یادگارهای بجامانده از آن روزگار به خوبی گواهی می‌دهد که گذر از هندزه آزمونی و فرود در هندزه فرنایشی با تلاش شبانه روزی دلیراندیشان بیشه خرد یا همان ایرانیان باستان رخ داده است. فرودی که خود سرآغاز چالشی بزرگ در رایشگری شد و اکنون پس از 11000 سال از روز شمار ایرانویج با سرافرازی ابراز می دارد که یک ایرانی از تبار حضرت زرتشت نبی، کوروش نبی و ابراهیم نبی که این خود هر سه ایرانی بوده اند کامروا به باز کردن این راز سر به مهر شده است. آری، همان گونه که چیستان رادیکال 2 و دیگر شمارگان گنگ به دست ایرانیان باستان آشکار شد، رمزگشایی از چیستان آن و دیگر شمارگان گنگ نیز به دست یک ایرانی نمایان شده است. تاباد چنین بادا و تمت کلمت ربک صدقا و عدلا لا مبدل لکلماته و هو السمیع العلیم. السلام علینا و علی عباد الله الصالحین لا سیما الحسین و ابناءه و انصاره المستشهدین. 9/4/1404 سید مهدی کبیری اصل.